Hello, what's up guys? چطورین دوستان؟ بچه یه ایونت مخفی 4 تا گان لژندری توی سیزن جدید اومده که خیلی مراحلش اصلا مراحل فیزیکه. شما میاین رو پروفایلتون کلیک میکنید، بعد بیسیک میزنید، میان یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه. بعد ویزیت سیف هاوس رو پایین میزنید. از این قسمت آرسنال سمت اینجا اینو میزنید، بعد گانا رو میزنید. بعدش دکمه زوم که اینجا هست میزنید و از گانتون یه عکس میگیرید. از همین گان یه عکس میگیرید. حالا باید این صفحه رو ببندید، کامل نبندید. بعد یه جا براتون باز میشه به نام سیریس ویپن هست، این نه اینو میزنید، یه همچین صفحه‌ای براتون باز میشه که گان لژندریاش هست: M4 لژند، هولگر لژند، AK47 پامکین هد یکی از محبوب ترین گان لژندریاست و مدوکس. شما میاین اینجا اینو میزنید، یه کدو تنبله، اونو کارش نداشته باشین. اینجا این پایین این رو میزنید، بعد باید اینا رو بگیرید. این لایک هم میزنید. بعد این یه سری تیکت بهتون میده. این تیکت ها فکر کنم ربط داره به همون گانای لژندری، فکر کنم ربط داره به همون. بعد دنس به دنسش هم همین 4 تا گان لژندری توشه. یعنی یه کالین کارد متیک، یه فریم لژندری. اینم من خودم نفهمید. این اوکی. خب بچه اینجا یه دکمه لایک بود، بر میزدین و الان این ایونت براتون فعال شده. تا فکر کنم یه کریت میاد این 4 تا گان لژندری توشن. حالا هر چی شد دیگه اینجا چی میگه فوریو، هر روزی گان لژندری جدید میاره، ولم کن. حالا باید ببینیم این تیکت ها واسه چی هست. مرسی که تا اینجا ویدیو رو همراه من بودید. لایک و ساب فراموش نشه. تا یه ویدیوی دیگه، خدا حافظ.